عمل گشایش رزق، خیر و برکت با درود تنجینا و تهجد. عمل رهایی از غم، پریشانی، گرفتاری، قرض و بیماری ها. این عمل را 3 روز به این شکل بخوانید. خداوند آنچه عطا می کند که تصور هم نکنید. دریای رزق و روزی. سوال کردند که محترم، من 13 سال می شود گرفتار انواع پریشانی ها هستم. هر وظیفه و عملی را کردم، هیچ نتیجه نمی گیرم. اوضاع مالی هم خیلی خراب است و دخترانم جوان شده بختهایشان بسته است. روز به روز بدتر شده می رود. کاسه صبرم هم لبریز شده. با بسیار امید به شما پیام دادم تا از در شما به ما خیری برسد و از این مشکلات نجات یابیم. تمام آنهایی که عین مشکل دارند به همه آنها این توصیه می شود که این عمل را انجام بدهند. باید اولتر از همه بدانید که اصل علت چیست. خداوند بعضی اوقات انسان را با بعضی گناهان می گیرد، در حالی که از بسیار گناهان ما درگذر می کند. خداوند می فرماید و ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم و یعفو عن کثیر. آنچه از مصائب، پریشانی ها بر شما می آید نتیجه اعمال خودتان است، در حالی که خداوند از بسیار گناهان ما می گذرد. وقتی گرفت خداوند شود، تدبیر انسان هیچ کار نمی دهد. اینجاست که خداوند می فرماید و ما انتم بمعجزین فی الارض. شما در زمین هر تدبیری کنید، خداوند را عاجز ساختن نمی توانید. یعنی کاری را بر خداوند اجباری کرده نمی توانید. پس اولتر از همه از گناهان توبه کنید. براستی توبه کنید. صاحب عرش عظیم را راضی بسازید. بعضی ها را وقتی بگوییم که ترک گناه کنید، میگویند که ما هیچ گناه نکردیم. مردمانی که گناه میکند بهتر از ماست. نه، بهتر از تو نیست. این بحث جداگانه است. تو خود را فرشته تصور نکن، بلکه از گناهانت توبه کن. ببین مشکلت در کجا است. حق کسی را تلف نکردی، بر کسی ظلم نکردی. تا وقتی بر شخص ظلم کرده باشید، حق مسلمان را خورده باشید، خداوند هم نمی بخشد تا از خود همان شخص بخشش نخواهید. علما می گوید شخص گناهگار آنقدر انسان بد نیست به اندازه شخصی که گناه را گناه تصور نمی کند. اینها که می گویند ما هیچ گناه نکردیم، مردمان بسیار خراب هستند که گناه را گناه تصور نمی کنند. امکان زیاد دارد شخص گناهکار توبه کند و خداوند توبهش را قبول کند، ولی شخصی که گناه را گناه تصور نمی کند و خود را العیاذ بالله پیامبر فکر می کند که ما هیچ گناه نکردیم و اگر اظهار گناه هم کنند به شکل طعن می گویند یگان گناه خرد و کوچک اگر کرده باشیم. اینها مردمانی هستند که عاقبت خطرناکی دارند. حال ما حرف شما را قبول کنیم یا حرف خدا را؟ که خداوند واضح می گوید آنچه بر شما می آید نتیجه اعمالتان است. اگر قرآن را قبول ندارید، با ما اصلا تماس نگیرید. چون ما که اعمال نشر می کنیم همه مطابق قرآن و سنت است و خلاف قرآن و سنت چیزی ما از دل خود نشر نمی کنیم. ببینید، یکی شریعت است، یکی هم طریقت. شریعت را علما بهتر از ما به شما بیان می کند و می فهماند. وقتی شما توبه نصوح کنید، خداوند گناهانتان را می بخشد. این شریعت است. ولی نحوست گناهان تا دیر زمان با شما می باشد. این طریقت است. مثلا شما پای شخص را افگار کرد و از پای شخص خون ریخت، ولی شما با آن شخص گفتید که ببخشید، من قصداً این کار را نکردم، فکرم نبود، ببخشید. آن شخص بگوید درست است، مشکل نیست، من بخشیدم. حال شریعت میگوید آن شخص بخشیده شد، مسئله خلاص شد، ولی پای شخص که افگار شده تا دیر زمان درد میکند، خون میریزد تا زخمش جور شود. خطا و گناه که کردید از خدا بخشش خواستید، خداوند بخشید، ولی نحوست همان گناهان تا دیر زمان می باشد. اینجاست که خداوند مرتب امر می کند که واستغفر الله، از خداوند بخشش بخواهید، از خداوند بخشش بخواهید تا آنقدر رحمت بر تو ببارد که اثرات گناهان را هم از تو دور کند. اگر شما با گفتار ما یا با گفتار و بیانهای علما اصلاح شدید، توبه کردید، از خداوند بخشش خواستید، خداوند می بخشد، ولی اثرات گناهانتان دیر وقت می باشد و مرتب بخشش از خدا بخواهید تا آهسته آهسته
اثرات گناهان کاملا محو شود. این بیچاره 13 سال وظایف رنگارنگ میکند. اثرات این 13 سال بر این شخص جمع شده. بعضی ها 20 سال 15 سال وظایف کردند، چیزی به دستشان نیامد. این 20 سال وظایف چقدر اثرات بد بر این شخص گذاشته، این را خدا میداند و این شخص میداند. ببینید، شما خانه تان را یا فروشگاه تان را یا حتی یک مسجد را برای 10 سال 15 سال قلف کنید، بعد 15 سال باز کنید، آیا داخل خانه یا مسجد پاک می باشد؟ نه، همه جا باید پاککاری شود تا مسجد یا خانه دوباره قابل استفاده شود. وقتی کلید مسجد و خانه به تو داده شد، این بندش است که باز شد. بندش در یک روز هم باز می شود، ولی اثرات آن مانند همان گند و کثافات است که باید آن را هم خودت پاک کنید. این مسائل را علما بیان نمی کند. علما فقط همان شریعت را به شما می رساند. این رازهای طریقت و روحانیت است که ما به شما می رسانیم. بنان از گناهان توبه کنید و ازاله گناهایتان را بکنید. 10 سال 15 سال گناه کردی، باید آنقدر زیاد نیکی بکنید تا اثرات آن جبران شود. حال شما منزل را باید پاک کنید. هم چوبها را که وای نخورده باید مرمت شود. دستشوهایی که در این 10 سال بند بوده باشد باید باز شود، پاککاری شود. سیستم برق از سر باید جور شود. خانه ها باید رنگامیزی شود. آنگاه این منزل که 10 سال 15 سال قلف بود قابل استفاده می شود. شما هم مثل همین کثافات با این گناهانتان، با وظایف رنگارنگتان 10 سال 15 سال خود را خراب کرده اید و این فکر را نکنید که در چند روز محدود همه چیز جور شود. اثرات وظایف رنگارنگتان، اثرات گناهانتان که در 10 سال 15 سال در جسم تو، در روح تو جمع شده، با یک وظیفه و با یک روز دو روز این مشکل حل نمی شود. بندش چگونه زده می شود؟ حدیث شریف است. پیامبر صلی الله علیه و سلم می فرماید که وقتی شخص می خوابد، شیطان 3 گره می زند و این گره ها هر شب بر همه ما زده می شود. پیامبر صلی الله علیه و سلم می فرماید وقتی شخص صبح بیدار می شود و ذکر خدا را بکند، یک گره باز می شود. وقتی این شخص برخیزد وضو کند، گره دوم باز می شود. وقتی به نماز استاد می شود، گره سوم باز می شود. وقتی شخص برای نماز بیدار نشود، نماز نخواند، گره ها همه بند باقی می ماند و شیطان بر گوش هایش پیشاب می کند. حدیث شریف است، شیطان بر گوش های آن شخص پیشاب می کند. خب هر شب که این گره ها زده شود و نماز صبح خوانده نشود، چقدر گره ها بر این شخص زده شده است، چقدر بندش ها زده شده است و چقدر شیطان در گوش های این شخص پیشاب کرده، کثافت و گندگی را انداخته. بنابراین وقت زیاد به کار است تا پاک شود. 80-90% مردم بی نماز است. در نماز صبح فقط 10% مردم هم نماز صبح را با جماعت نمیخوانند. 10% نمیخوانند. باز تو ما خود را فرشته معرفی میکنی که من هیچ گناهی نمیکنم. در روایت میاد که خداوند در آخر شب، یعنی در آخر حصه شب، صدا میزند، ندا میزند: هست کسی که شفا بخواهد من شفا بدهم، هست کسی که مال بخواهد من مال بدهم، هست کسی که ضرورت داشته باشد، احتیاج داشته باشد، من ضرورتش را پوره کنم. تو در آن وقت کجا بودی؟ آیا به این فرمان خداوند یقین نداری؟ وقتی که خداوند خودش میگوید بیایید من به شما بدهم، شما نمیخواهید. وقتی آن وقت تهجد سپری شد، آنگاه اختیار دارد و تو بدهد یا ندهد. ولی در وقت تهجد، در ثلث اخیر شب، خداوند خودش میخواهد که از من بخواهید من به شما بدهم. شب و وقت تهجد با خدایت راز و نیاز کن و بگو خدایا من از گناهان توبه کردم، خدایا نحوست و اثرات گناهان را هم محو کن. این وقت تهجد را غنیمت بشمارید. این وقتی است که خداوند میدهد، هر چی بخواهید میدهد. از این وقت استفاده کنید. بنان هر نوع مشکلی که دارید، صحتتان خراب است، بندش داشته باشید، مشکلات داشته باشید، بخت بسته باشد، بخت دختران بسته باشد، کاربارتان خراب باشد، هر چی باشد، برای تهجد برخیزید. شما باور کنید که سجده های تهجد آن قوتی را دارد که اصلا تصور نمی شود. در قالب گفتار درست نمی آید که بیان کنم. این نماز تهجد نماز راز و نیاز است، نماز خاموشی است، نماز التجا است، نماز خواست است، نمازی است که بی صدا است، نمازی است که مؤذن ندارد. توفیق این نماز فقط به آنهایی نصیب می شود که آخرین درجه لطف و مرحمت خدا بر آنها نصیب شده باشد. این راز را باید داشته باشید.
تهجد آن وقتی است که تمام چرند و پرند، تمام جماد و نبات، تمام صالحین، تمام ملائکه ها و ارواح تمام انبیاء کرام و تمام مخلوقات که ما میشناسیم و یا نمیشناسیم، بلکه ذره ذره مخلوقات همه ذکر خدا را میکنند در این وقت تهجد. شما کمی تصور کنید که چقدر انرژی مثبت تولید می شود در سراسر جهان، چقدر رحمت نازل می شود. تهجد آن زمانی است که اولیای خدا، مشایخ کرام تجربه و مشاهده کردند که خانم در این وقت دهلیز خود را هم جارو بزند یا برخیزد و برای بند و بست صبح آمادگی بگیرد، در چهره این خانم هم نور میبارد. حتی که تهجد نخواند، این زمان آنقدر مبارک است. شخصی که نماز صبح نخواند رزقش تنگ می شود. زنش نماز نخواند برکت از آن خانه کوچ میکند و این زن بیچاره 2-3 هزار افغانی در جیب گرفته یا مرد 2-3 هزار افغانی در جیب گرفته نزد عامل و دعانویس می رود که مشکلش را حل کند. والله وقتی اگر 100 عامل و دعانویس هم یک جا شود کاری کرده نمیتواند. وقتی چیزی را که خدا بند کرده باشد کی باز کرده میتواند؟ تا خدا خودش باز نکند و خدا را باید راضی بسازید تا این گریه ها را باز کند. هرچی مشکل داری عزیزم با خدای تعهد کن، از گناهان توبه کن، پابند نماز باش و نماز تهجد را شروع کن. شب وقت برای تهجد بیدار شدی، در همین نماز تهجد نیت کن که نماز توبه هم میخونم، نماز صلات حاجت را هم میخونم. یعنی همین نماز تهجد را با چندین نیت بخوان. نماز تهجد 2 رکعت بخوان، اگر خداوند توفیق داد 4 رکعت بخوان و اگر زیاد توفیق خداوند داد 8 رکعت بخوان. 2 رکعت خوانده برو. وقتی نماز تهجد خواندید بعد آن 100 بار بخوانید سبحان الله و بحمده سبحان الله العظیم استغفر الله. در این وقت زیادترین موج رحمت و شفا و انرژی مثبت جاری می شود. وقتی به سوی شما متوجه شود زیادترین انرژی منفی را از بدنتان پاک می کند و رفته رفته در قلیل مدت تمام بندش ها یک به یک باز شده می رود. بعد آن 100 بار درود تنجینا بخوانید. ویدیوی درود تنجینا قبلا نشر شده، می توانید ببینید. درود تنجینا بسیار عجایبات دارد. انشاءالله در آینده در این زمینه تفصیلی شرح می دهم. این عمل را محکم بگیرید، یعنی نماز تهجد با 3 نیت، هم به نیت تهجد، هم به نیت نماز توبه، هم به نیت نماز حاجت. 2 رکعت بخوانید، 4 رکعت بخوانید، 6 رکعت بخوانید یا هم 8 رکعت بخوانید، هر چی توانید دارید. بعد آن 100 بار بخوانید سبحان الله و بحمده سبحان الله العظیم استغفر الله و بعد آن 100 بار درود تنجینا یا درود تنجینا هر دوش یکی است بخوانید. و از قبل تمام مشکلاتتان را در کاغذ نوشته کنید که من از خدا میخواهم این مشکل مرا حل کند، این مشکل مرا حل کند، این مشکل مرا حل کند. با خود بنویسید که خدای من از تو میخواهم که این مشکلاتم را حل کنی. درود تنجینا را در کانال اعمال صالحین هم است و غالبا در کانال وظایف کاملین هم است. ببینید، یاد بگیرید. چیزی که در ویدیو تان گفته شده فقط امان را یاد بگیرید. در گوگل سرچ نکنید که بعضی آن کم و زیاد شده. چیزی که در ویدیو تان گفته شده بخوانید. این عمل را محکم بگیرید. به دیگر عمل نیاز نیست. به این فکر نباشید که در فلان کتاب عملهای جدید آمده یا در فلان چنل ویدیوی نو آمده، وقت پشت فلان و بستان بودی دیگر از این عمل دست بکش. از خودت تمام تعویضات را دور کن، نقش ها را دور کن، تمام وظایف رنگارنگ را بند کنید و فقط همین عمل را کنید. با همان 5 عمل که همیشه شما را میگویم که 5 وقت نماز و بعد هر نماز سحر خضری، شب یک تسبیح استغفار قبل از خواب و تمام روز درود شریف و چشمایتان را از گناه نگه دارید و رزق حلال بخورید که این 5 عمل اساس و تهداب است. اگر زیاد علاقه به خواندن دارید تعداد این وظیفه را زیاد کنید. بعد از هر نماز 21 بار بخوانید، یعنی وظیفه که شب میخوانید، یا بعد هر نماز 41 بار بخوانید یا 100 بار بخوانید یا شب روز بخوانید. ولی اصل عمل همان عمل است که در وقت تهجد خوانده می شود که من به شما گفتم. با این عمل دیگر نکنید عمل های اضافی را، فقط همان 5 کار اساسی گفتم، ورنه شما فعلا که در حالت ام هستید به دبلیو تبدیل می شوید. ام پاهایش به زمین است. ام انگلیسی را شما دیدید، ام پاهایش به زمین است، درست استاده استید. ولی اگر با این عمل وظایف رنگارنگ خود را کنید به دبلیو تبدیل می شود، یعنی پاهایتان به طرف آسمان بالا می شود. اگر زیاد به خواندن علاقه دارید فقط همین عمل را اضافه کنید، تعدادش را بعد هر نماز و یا همیشه خوانده بروید. ان شاء الله هر مشکلی داشته باشین در کمترین وقت به حکم خداوند حل می شود.